ملت فرخنده‌نام تاجیک در تاریخ با نام ملت صاحب فرهنگ و صاحب علم و کتابدار و کتابخانه‌دار مشهور و معلوم هست و باقی ماندن نسخه های دستنویس در میان مردم و همچنین جمع آوری و حفظ و نگهداری آنها در مؤسسه های فرهنگی به مثل آثارخانه ملی تاجیکستان ضروریتی می باشد که برای آموزش دوره های تاریخی ملت نکونام تاجیک مهم ارزیابی می گردد. کتاب های دستنویس بغیر از اهمیتی سرچشمه‌ای داشتن باز مهمیتی هنری نیز دارد که در نمونه این نسخه در دست من بوده من می توانم معلومات هایی را ارائه کنم که گذشتگان ما در لابلای این نسخه هنرهای گوناگون را انعکاس کردند. چگونه که ذکر کردم دستخطها در برابر اهمیتی سرچشمه‌ای داشتن اهمیت هنری هم دارند که متخصص تجربه صاحب تجربه در اثنای تحقیق این گونه دستخطها با هنرهای چون شیرازه‌بندی، جیلدسازی و همچنین آماده نمودن کاغذهای ابره و آستر جلد کتاب و همچنین پیرازه و شیرازه معلومات مفصل میتواند پیدا کند که در نمونه این نسخه ما میبینیم که از جانب صحاف تورنج‌های مرکزی و سرتورنج‌ها و همچنین تورنج‌های کناری با یک هنری والا ساخته شدند. در اثنای تحقیق وقتی که ما یک نسخه را تحقیق میکنیم در برابر این که ما عنوان اثر نام مؤلف را معین میکنیم و همچنین در رابطه با کاتبی که این نسخه را دستنویس کرده است ما این چنین میتوانیم وابسته به آن استای صحافی که این تورنجی ها را این نقاشی ها را در روی جلد تصویر کشیده است میتوانیم از نام آن معلومات به دست آوریم. نسخه‌ای که در دست من قرار دارد از جانب یکی از گذشتگان خلق تاجیک عبیدالله بن مسعود در موضوع حقوق شناسی تصنیف شده است. یعنی این نسخه بیشتر در دوره‌های گذشته برای معین ساختن معاملات حقوقی که بین مردم عملی میشد این نسخه همچون دستور همچون سرقانون گوی هم استفاده میشد که در معاملات خانوادگی در معاملات پولی عموما معاملات اجتماعی مردم از روی این نسخه یعنی به تنظیم در آورده میشد و این نسخه بسیار اهمیتی یعنی موضوعی هم دارد و جلد نسخه ها از 3 قسم اساسی عبارت است که قسم دست راست آن را پهلوی راست میگویند و قسم دیگر را پهلوی چپ و قسمت قفای آن را از جانب دستخط‌شناسان یعنی نسخه‌شناسان اصطلاحات گوناگون به کار می‌رود به مثل عطف کتاب، کعب کتاب یا پشت کتاب که تنها یک قسم همین جلد از 3 جزء اساسی عبارت است. چگونه که قبلا ذکر کردم در برای آماده کردن یک پهلوی جلد صحاف 3 هنری علاهیده 3 هنری جداگانه را به کار میبرد که آن آماده کردن ابره نسخه هست، ابره جلد است. ابره چی هست؟ ابره همین کاغذ رنگی را میگویند که در بالای مقوای این جلد آماده می شود. یعنی از ابره از مقوا و آستر عبارت است. یعنی لایه‌ای که در قسمت بالایی کشیده می شود آن را ابره میگویند
و قسمت مابینی که آن اصلا یک کارتون قبض است و آن از کاغذ از فشرده کاغذ ها آماده می شود و همچنین از قبط های جداگانه کاغذ ها با استفاده از دستگاه های فشار دهنده آماده می شود. و قسمتی دیگر باشد این با آن آستر جلد می گویند. چگونه که در این نسخه می بینیم آستر این جلد از کاغذ ابری ساخته شده است و کاغذ ابری نظر به دیگر کاغذ ها نفیستر و بسیار نازک هست و با این نوع کاغذ رنگ و آب هم میگویند که رنگ را هنرمند در بالای آب نقاشی میکند و سپس آن نقش به تصویر کشیده خشک می شود و این کاغذ حاصل شده را به عنوان آستر کتاب در داخل جلد میچسبانند که بسیار یک نمود زیبایی برای کتاب میبخشد. مهمیت در آن است که این گونه هنر بسیار با یک نوع والا انعکاس می شود و در برابر انعکاس شدن نقش های نباتی و نقش های اسلامی در یک پهلوی جلد در داخل سرتورنج نسخه از جانب صحاف معلومات درباره خود صحاف قید می شود. مهم آن است که از جانب بعضی از صحاف‌ها ما در نسخه ها پیدا کرده می توانیم که صحاف منصوبیت محلی خود را در آنجا قید می کند که در کلکسیون میراث خطی آثارخانه ملی تاجیکستان یک نسخه موجود است که صحاف خود را بلخی معرفی می کند که آن از بلخی خراسان هست و در اینجا می بینیم که در داخل نقش های نباتی صحاف ابراهیم در برابر نام خود همچنین سنه ساختن این جلد را ذکر می کند که بسیار مهم هست. یعنی وقتی که ما یک نسخه را به دست می گیریم تنها عنوان آن، موضوع آن و یا اینکه مؤلف آن برای ما معلومات تنها به این معلومات حاصل نمی شود. در برابر این اوستایی که صحافی که این نسخه را آماده کرده است، کاتبی که این نسخه را کتابت کرده است و کاتبی که رنگ ساخته آن را زحمت کشیده کتابت کرده است معلومات می توانیم پیدا کنیم که در آموزش یک نسخه ما می توانیم که دوره‌بندی کنیم، یعنی ساخت این نسخه را دوره‌بندی کنیم، مسیر تاریخی این نسخه را که این نسخه چند دوره تاریخی را پس سر کرده است و مهم آن است که ملت تاجیک از قدیم الایام صاحب کتاب بود و صاحب کتاب بودن این معنی را دارد که باید این ملت کاتب خودش داشته باشد، صحافی خودش داشته باشد که خوشبختانه ما در میان کلکسیون میراث خطی نسخه های کم پیدا کرده نمی توانیم که بسیار نسخه هایی که اصل و نسب کاتبانشان از تاجیکان بومی این سرزمین هستند و ما افتخار میکنیم. آنچه که وابسته به هنر نسخه گفتیم قابل به یادآوری است که یعنی می تواند یک نسخه موضوعش گوناگون باشد، می تواند موضوعش دینی باشد یا غیر دینی باشد، لیکن در برابر این که این نسخه جمع آوری می شود ما هنرهای گوناگونی که در منطقه های گوناگون تاجیکستان رواج یافته بودند وابسته به کتاب و کتاب سازی می توانیم معلومات تازه علمی را به دست آوریم و این چیز افاده‌گر چی است؟ افاده‌گر آن است که در واقع ملت تاجیک ملتی هست که صاحب کتاب و صاحب کتابخانه و علم و دانش بود.
شما.